به توکل نام عظمت. سلام. امروز قراره یه کاری رو با هم رقم بزنیم که با کمک هم بتونیم باعث خوشحالی چند نفر از هموطنامون بشیم. بیاری شما قراره مبلغ جمع‌آوری بشه و یک یا چند زندانی آزاد بشه و دل خانواده‌هاشون شاد بشه. این اتفاق فقط و فقط به کمک شما قابل اجراه. با این کار دم عید دل چند تا خانواده رو شاد کنیم. هر کسی با هر مبلغی میتونه توی این پویش شرکت بکنه. آزادی یک زندانی دربند در این سال جدید بزرگترین هدیه لذت و شادمانی به خانواده‌اش هست. با کمترین قدمی که شما برمی‌دارید بزرگترین لذت رو در جمع خانواده که اسیری در زندان داشته هدیه می‌کنید.